آغاز صبح نو برای شما بینندگان گرامی با برور باد و هر کجای که هستید صحت و سلامت باشید. شالوی گلخواجه هستم که از دفتر مرکزی رادیو آزادی با شما صحبت دارم. امروز 26 فوریه و ساعت در پرگم 7 صبح است. در چند دقیقه دیگر خبرها را برای شما میگویم. در شمال تاجیکستان در پی سوختاری منزل 4 عضو یک خانواده به هلاکت رسیده است. رئیست کمیته حالتهای فوق‌العاده با نشر یک خبر میگوید فاجعه صبح دیروز 25 فوریه در جماعت یووه نویه باباجان غفورов رخ داده است. به قول منبع سوختار نشانها علنگای آتش را خاموش کردند ولی 4 تن اعضای این خانواده را از مرگ نجات دادن نتوانستند. آنها از دود غلیظ در داخل خانه به هلاکت رسیدند. پدر خانواده عبدعلی رجبov 28 سال داشته، همسرش سعیده رجبov 25 ساله بوده است. دو طفل آنها صیفیه 4 ساله و کبیرجان 3 ساله نیز در کنار والدان هلاک شدند. مقامات داخلدار سبب‌های سوختار را تحلیل و عامل‌های مرگ اهل خاندان را تفتیش می‌کنند. عین زمان مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده از مردم خواستند که شبانه چراغ و دستگاه‌های برقی را خاموش کنند تا سبب سوختار نشود. در گذشته بر اثر ریزش کوتاه ناقل‌ها در منزل چندی از ساکنان سوختار سر زده باعث به خرابی خانه‌ها و مرگ اعضای عائله‌ها شده است. در قزاقستان باشد صدمه مدهش جان 4 مهاجر تاجیک را گرفت. صدمه دیروز در شهرهای اقتپه به عمل آمد. به نوشته خبرگزاری‌های قزاقستان ماشین سبکروی که حامل مهاجرین تاجیک بوده است به نقلیات بارکشان برمیخورد. در نتیجه راننده و 3 مسافر سبکرو هلاک میشوند. با وجود سفر پرمشقت مهاجران بیشتر روی زمینی را برای رفتن به روسیه و یا بازگشتن به تاجیکستان استفاده میکنند چون نرخ بلیط هواپیما به گفته آنها گران است و نه همه امکان خریدن آن را دارند. بیش از 30 کشور عالم تصدیق کردند که در قلمرو گرفتاران کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به قید گرفته شده است. همین طریق عالم به پاندمی و یا سرایت سراسری نزدیک می شود. اکثر حالتهای سرایت کرونا ویروس به چین رست میاد که اولین حادثه آن در ماه دکبر سال گذشته ثبت شده بود. در برابر آن شماره بزرگ گرفتاران کووید 19 در ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و ایران تصدیق شده است. 24 فوریه در عراق، افغانستان، بحرین، کویت و عمان هم بیماران کووید 19 به قید گرفته شدند که همگی از ایران برگشتند. در آلمان، شویتزاریا، فرانسه، خرواتیا و الجزایر هم گرفتاران کووید 19 تشخیص شدند. مقامداران ایتالیا میگویند در شبانه روزی گذشته 332 حادثه نوی گرفتاری به ویروس نو به قید گرفته شد. در این کشور رسما مرگ 11 بیماری کووید 19 تصدیق گردیده است. در ایران رسما 100 نفر گرفتاری بیماری کووید 19 بوده، 15 کس از آنها به هلاکت رسیدند ولی رسانه‌ها اصرار می‌ورزند که شماره فوتیده‌ها به 68 برابر بوده. بعضی منصبداران معلومات درباره وضع واقعی سرایت این بیماری را پنهان می‌کنند. در همین حال شروع از 25 فوریه هنگام ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان حرارت بدن آنها سنجیده شده جای زیستشان ثبت می‌گردد. تا این وقت مقامات تاجیک چنین چاره‌ها را تنها برای افرادی می‌گرفتند که از چین برگشته بودند. امیر حمودین کمالزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که چنین ترتیب در مرز با ازبکستان جاری شده است. مقامات تاجیکستان می‌گویند شهروندان کشور از کره جنوبی به واسطه توشکند برمیگردند و حرارت بدن آنها نیز سنجیده می شود. کره جنوبی پس از چین دومین کشوری است که خروج کرونا ویروس از همه بیشتر ثبت کرده شده است. تصمیم سخت کردن نظارت در مرز با افغانستان و ازبکستان پس از آن گرفته می شود که کرونا ویروس در ایران، کره جنوبی و افغانستان اوج گرفت. مقامات تاجیک میگویند با وجود خطر زیاد از ورود ویروس نو به کشور تا حال گرفتار شوی به این ویروس در تاجیکستان ثبت نشده است. طبق آمار اخیر وزارت تندرستی 882 نفر بازگشته از چین که زیر نظارت طبیبان بودند به خانه رخصت شده، 266 نفر دیگر زیر نظارت طبیبان هستند. حسنی مبارک پرزیدنت پیشین مصر در 91 سالگی در بیمارستان قاهره درگذشته است. در این باره تلویزیون دولتی مصر روز 25 فوریه خبر داد. مبارک تقریبا 3 دهه در مصر جلوه قدرت را به دست داشت. در ماه فوریه سال 2011 توسط نظامیان آن کشور برکنار کرده شد. او در ماه ایون سال 2012 به همدستی در قتل تظاهر کنندگان در جریان اعتراضهای بهار عرب گناهکار شناخته شده به حبس ابد محکوم گردید. ولی
ديرتر دادگاه عالی مصر حسنی مبارک را سفید کرد و او در سال 2017 از زندان رها شد. دو منصبدار بلندپایه ازبکستان با جرم فساد به مدت طولانی از آزادی محروم گردیدند. روز 25 فوریه دادگاه عالی ازبکستان سابق رئیس کمیته دولتی امنیت ازبکستان اختیار عبداللهیف را با جرم تشکیل گروه جنایی، رشوه‌ستانی، سوء استفاده از مقام، پولستانی و دیگر جنایت‌ها به مدت 18 سال از آزادی محروم کرد. سابق دادستان کل ازبکستان با جرم رشوه‌ستانی به مدت 5 سال آزادی محدود خواهد داشت. 7 نفر دیگر که اساساً سابق زیردستان عبداللهی و مرادوف میباشند به مدت از 5 تا 17 سال زندانی شدند. شماری بزرگی متهمان نیز جزا گرفتند ولی از آزادی محروم نگردیدند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف مرادوف را در ماه ایونی سال گذشته از مقام دادستانی کل آزاد کرد. 4 ماه پیش از آن عبداللهیف از کرسی رئیس کمیته دولتی امنیت برکنار گردید. کتیب دولتی آمریکا مایک پامپئو میگوید افغانستان امکان تاریخی احیای صلح را دارد و اگر موافقت کاهش خشونت اجرا شود سازش صلح با طالبان احتمال در تاریخ 29 فوریه به امضا رسد. با اشاره به موافقت کاهش 7 روزه خشونت که 22 فوریه آغاز یافته است، پامپئو گفت در 19 سال جنگ این اولین هفته آرامی خواهد بود و اگر طرفا آن را احترام کنند ما به صلح دست می‌یابیم. فعلا در افغانستان 13000 سرباز آمریکایی مستقر میباشند. در حال امضای سازش 29 فوریه چارچوب برای بیرون رفت سربازان خارجی و تنظیم مذاکرات بین جانب‌های افغان پایه‌گذاری می‌شود. در گذشته طالبان با حکومت کابل مذاکرات نمی‌کردند و حکومت افغان را لختک نیروهای خارجی عنوان می‌دادند. دادگاه نایب بوجان غفورов در ولایت سوغد زیاده غفور و مالک طرفخانه زلاله را به 38800 سومانی جریمه بست. غفورова برای رعایت نکردن معیارهای قانون درباره تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم‌ها عیبدار شد. بنا به معلومات دفتر مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان، بنا به معیار تعیین نموده قانونی تنظیم توی دامادی و عروسی با آراستن ضیافت برای نه بیش از 150 نفر باید دایر شود. اما تفتیش دادستانی معلوم کرده است که 25 دکبر سال گذشته هنگام برگزار نمودن توی دامادی و عروسی در طرفخانه زلاله برای زیاده از 160 نفر مهمانان جای نشست و شرایط مهیا شده بوده است. در سال 2019 در تاجیکستان 149 کارخانه صنعتی از فعالیت باز مانده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان 45 کارخانه در مرحله برهمخوری و مفلس شوی قرار دارند. اینچنین از این شمار 29 کارخانه با سبب رقابت پذیر نبودن محصولات و نداشتن اشیاء خام، 23 کارخانه با سبب فرسوده شدن تجهیزات، 9 کارخانه با سبب نداشتن اجازتنامه استخراج کندنی‌های فایده‌ناک و 43 کارخانه با سبب موجودیت قرض‌ها از حساب اندازه فعالیت ندارند، میگویند در وزارت. با تاکید همین وزارت در سال 2019 در جمهوری زیاده از 2000 کارخانه صنعتی فعال به قید گرفته شده است. و بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز برای شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 9 سومانی و 69 درم است، یک یورو 10 سومانی و 50 درم ارزش دارد و برای امروز قرب روبل روسی 148 سومانی برای 1000 روبل تعیین گردیده است. تشکر میگم از یک شما برای همراهی. من شما رو باز در دوام روز با خبرهای نو منتظر خواهم بود. روزی خوبی در پیش داشته باشید.